بسم الله الرحمن الرحیم. ما الان توی کانون اولیه انفجار هستیم. کانتینر اصلی که برای نخستین بار انفجار پیدا کرد در همین محوطه بوده. اینجا نفس کشیدن خیلی سخته. شب گذشته هم اینجا اومدیم. سوله‌ای هست که به طور کامل تخریب شده و هیچی ازش باقی نمونده. این قسمت ها رو مشاهده می‌فرمایید. تمام این ماشینالات به دلیل اینکه نزدیک بودن به کانون انفجار کاملا از بین رفتن. مشاهده فرمایید. شب گذشته ما همینجا بودیم و از اینجا برای شما گزارش تهیه کردیم. این کانتینر همونطور که می‌بینید هنوز داره میسوزه. محموله کانتینر پای مرغه. نگاه کنید، محموله پای مرغ بوده. این جلوتر محوطه کف زمین کلا چاییه، محموله چاییه، محموله لوازم آرایشی داریم. این قسمت کانون اصلی انفجار. اینجا رو ببینید، کانتینر اولی که منفجر شده توی این نقطه منفجر شده. جلوتر هم یه دونه گودال دیگه هم هست که اونجا هم کانونه. با هم میریم به اونجا هم سر میزنیم. آتش هنوز اینجا حضور داره، در جریانه و این اصلی ترین کانون انفجار. مشاهده کنید که حجم انفجار اولیه زیاد بوده. ما دیگه تنفس اینجا سخته و باید خارشون اونجا رو برو آقا برو.